تمرین 50 تمرین نوت‌های زینت هست. نوت‌های زینت اگر که روی نوت دقت کنین خیلی کوچیک نوشتهشون و اینکه صدایی خیلی کمی باید ازشون بشنویم. روی اون نوتا نباید خیلی زمان بذاریم، باید سریع رد بشیم و به نوت اصلیمون برسیم. الان نوتمون هست اینجا اولیش ر. نوت زینت دور داریم، میشه دوره دوره. یه بار با هم میخونیمش دو سی لا سی دو لا سی دو رسی دو لا سی دو ر دو رسی دو ر می دو رسی دو لا ر. و اینکه اون علامتی که مثل نون برعکس نون بالای ر بهش میگن فرمات یا به فارسی ترجمه کردن نقطه توقف. روی این نوت میتونیم زمان دلخواه بذاریم، یعنی بیشتر بکشیم یا کمتر. فا دیز و دو دیز داریم. پس اولین نوت اون میشه ر دو ر. از روی دو سریع رد میشیم به ر، به نوت ر میرسیم. دو ر دو سی لا سی دو لا سی دو رسی دو لا سی دو ر دو. دوباره میزنم ر دو، حالا رسی دوباره دو ر می دو دوباره می دو رسی دو لا. آخرین نوت هم ر با سرعت پایین. بعد میتونید سرعت رو بالاتر ر دو ر